اگه تو هم دوست داری مثل من کلی اینترنت رایگان بگیری، تا انتهای ویدیو با من همراه باش، چون امروز یک سایت بهت معرفی میکنم که تا بی نهایت میتونی ازش اینترنت رایگان بگیری. برنامه‌ای که امروز میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست جامپ. این برنامه رو من 2 ماه پیش توی تلگرام و توی آپارات معرفی کردم، اما بعضی از دوستان گفتن اگه میشه آموزشش رو بذار تا بدونیم کار باهاش چجوریه و چطور میتونیم ازش اینترنت رایگان دریافت کنیم. خب رفقا، بعد از اینکه وارد جامپ شدین یه همچین صفحه‌ای رو مشاهده میکنید. حالا من از طریق سیستم و سایتش رفتم، شما میتونید از طریق گوشی برین، هیچ فرقی نداره. چنانچه به دکمه بعدی میزنید، یه سری توضیح میده بهتون که چرت و پرته. اینجا ازتون میخواد که شماره تلفن خودتون رو وارد کنید که من الان وارد میکنم. حالا سمت چپ تعداد ستاره های شما رو نشون میده. ما بعدا میتونیم با استفاده از این ستاره ها برای خودمون اینترنت رایگان بگیریم، شارژ بگیریم یا گردونه بچرخونیم. شما برای بار اول که وارد میشین این ستاره هاتون روی صفر قرار داره. من از قبل حالا روی این اکانت فعال بودم و 306 تا ستاره دارم. پایین ترکیب این قسمت داره به نام مأموریت. حالا مأموریت مشارکتی نوشته، مأموریت خالی نوشته، فرق نداره. یه سری کارا ازتون خواسته انجام بدین که در ازای اون کاری که براشون انجام میدین بهتون ستاره میده. قسمت فیلم سریال هم داره که حتی بیشتر انیمیشنه، که شما اگر کامل اون انیمیشن سریال فیلم رو تماشا کنید این مقدار ستاره بهتون میده. پایین ترکیب بیاین هم میتونید دوستان خودتون رو دعوت کنید که الان گفته اگه دوستانتون رو دعوت کنین 20 تا ستاره جایزه میگیرید. آقا ما ستاره رو جمع کردیم، خب که چی؟ میای تو قسمت فروشگاه و حالا میتونی با ستاره هات بس اینترنت برای خودت بخری. و نکن همراه اول داره و ایرانسل. بچهای رایتل متاسفانه چیزی بهشون نمیرسه این. خب برای اثبات حالا من یه دونه از این بستای کم حجمشون میگیرم، چون قبلا ازش زیاد گرفتم. جلوتر بهتون نشون میدم تاریخچه بستایی که دریافت کردم. خب اینو من فعال‌سازی میزنم و 5 دقیقه دیگه پیامکش میاد. اسکرینش رو الان دارید روی گوشی میبینید. یه بسته هم داره که شما میتونی برای خودت شانس گردونه بخری. بعد 500 تا خرج کنی تا بتونی گردونه بچرخونی. حالا گردونه چی داره؟ یعنی تو قسمت گردونه شانس و لیست چیزایی که میتونی از این گردونه رو دریافت کنی براتون میاره. حالا چون ریزم نمیشه، بذار یکم زوم کنم. اوه نمیشه. حالا بساش ایناست: 80 گیگ، 100 گیگ، کنسول بازی، فلان 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 فلان. پوچ نداره و این نکته مثبت این سایته. جوایزی هم که از قبل گرفتیم میتونید تو بخش تاریخچه مشاهده کنید که الان برای مثال میاد که من تا الان 5 تا بسته 4 گیگابایتی رو از طریق همین گردونه به دست آوردم که یکیش برای من فعال نشد. دلیلش هم این بود که این برنامه یک 30 روزی تقریبا یا یک 20 روزی باگ داشت، یعنی گردونه بهتون چیزی نمیداد، فروشگاه میرفته چیزی میخریدید بهتون نمیداد و کاربرا اینم به من گفتن که ما کلا منصرف شدیم. باز دوباره من تستش کردم و دیدم کار میکنه. بله احتمالاً یه باگی چیزی بوده که داشته. چیزایی هم که خریدم رو اینجا داره بهم نشون میده، مثلا بسته اینترنت ارتباطی 3 گیگ که ازش زیاد گرفتم. کد تپسی مارکت ازش خواستم بگیرم، کد تخفیف، اما متاسفانه کدش کار نکرد. یعنی سمت این چیزای تخفیفیش بهش عنوان نرید که کداش کار نمیکنه. ممکنه بعضی موقع مأموریت رو انجام بدید ولی بهتون سفره نده. راه حلش اینه که سایت چند بار رفرش کنید. اگر از برنامه استفاده میکنید برنامه رو ببندید دوباره باز کنید. چند بار رو مأموریت کلیک کنید. این فرآیند رو هی تکرار کنید دیگه. مثلا رو مأموریت تکرار میکنید میره تو سایت مثلا تبدیل، باز برمیگردید تو سایت خود جامپ، هی دوباره روش کلیک میکنید. چند بار که این فرآیند رو انجام بدید تکرار کنید ستاره رو بهتون میده. خودم اینو تست کردم و جواب گرفتم. حتی بچه‌ای توی تلگرامم به این موضوع اشاره کردم که چند بار برین چند بار برگردین، در آخر بهتون ستاره رو میده. اینم از این ویدیو. بچه‌ها امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر دوست دارید که روش‌های بیشتری برای دریافت اینترنت رایگان ببینید میتونید به کانال من سر بزنید. کلی روش دارم، کلی آموزش دارم، کلی برنامه معرفی کردم که قطعاً میتونه به کمک شما بیاد. جمله بندیمو دوست داشتم. لطفاً این ویدیو لایک کن، کانال من سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال داشته باش که ویدیوهایی که میذارم رو زودتر از همه ببینید. و تا ویدیو دیگر بدرود.